با نام و یاد خداوند مهربان. در این ویدیو میخوام در مورد بخش سوم امتحان صحبت کردن GCSE فارسی باهاتون صحبت کنم. این بخش معمولاً به عنوان دیسکاشن یا بحث شناخته میشه. در این بخش فرصتی به دانش آموز داده میشه تا توانایی خودش رو در مکالمه و بحث پیرامون موضوعات خاص نشون بده. این بخش به طور کلی 5 تا 6 دقیقه زمان میبره. اما خود همین بخش به 2 قسمت 2 تا 3 دقیقه‌ای تقسیم میشه. یکیش موضوع انتخابی دانش آموز هست، منتها از لابلای سوالات امتحانی، و بخش دوم موضوع انتخابیه که ممتحن از لابلای همون سوالات امتحانی انتخاب میکنه. چرا این زمان بندی مهمه؟ اگه پاسخهایی که دانش آموز داره میده خیلی کوتاه باشه و زودتر تموم بشه، ممکنه نمره کمی بگیره، چون مهارتش رو به اندازه کافی نشون نداده. اگه پاسخهاشم خیلی طولانی باشه، ممتحن ممکنه زمان رو کنترل کنه و سوالات جدید بپرسه تا تعادل برقرار بشه. اصولاً بیشتر جواب دادن و پر جواب دادن خیلی بهتر از ناقص و کم جواب دادنه، چون ممتحن میتونه اونو مدیریت کنه، ولی وقتی که دانش آموز چیزی برای گفتن نداره، ممتحن بیچاره چجوری میتونه اون کمبود زمان رو درست بکنه؟ چون در این آزمون هدف توانایی سخن گفتن است، خود ممتحن ممکنه هر جفت سوال رو هم انتخاب بکنه. بنابراین حتما تمام مواردی که ممکنه در امتحان بیاد رو کسی که داره میره برای امتحان باید کامل بلد باشه. حسابی تمرین کنه و با دست پر در جلسه امتحان شرکت بکنه. یکیش هویت و فرهنگ، دیگری مناطق محلی، تعطیلات و مسافرت هست. بعدی مدرسه، چهارمی آینده و تحصیلات عالی و شغل، یعنی دور و بر اینها، و پنجمی مسائل بین المللی و محیط زیست. روش کار به این صورته که ممتحن موضوعی رو انتخاب میکنه و از دانش آموز میخواد که در موردش نظرش رو بده و خلاصه شروع کنن به صحبت کردن و توضیح دادن در مورد اون موضوع. ممتحن سوالات مرتبط با موضوع رو مطرح میکنه تا دانش آموز بتونه به عمق بحث وارد بشه و مهارت‌های زبانی خودش رو به نمایش بگذاره. استفاده از زمانهای مختلف. دانش آموز باید نشون بده که میتونه از زمانهای مختلف افعال، منظور زمان گذشته و حال و آینده، به درستی استفاده بکنه. بیان نظرات و استدلال. مهمه که دانش آموز بتونه نظرات خودش رو به روشنی بیان کنه و اونها رو با دلایل منطقی پشتیبانی بکنه. از جمله نکاتی که میتونه به دانش آموز کمک کنه اینه که تسلطش به دایره واژگان مربوط با اون موضوعی که میخواد در موردش صحبت بکنه زیاد باشه. یعنی آگاه باشه، بدونه چی میخواد بگه و کلمات با کیفیت خوب رو بلد باشه. سعی کنن اعتماد به نفس داشته باشن و روی تلفظ صحیح کلمات کار کنن. الان یه موضوعی رو انتخاب میکنم و روش کار میکنیم. محیط زیست و مسائل جهانی. ممتحن میپرسه به نظر تو بزرگترین مشکل محیط زیست در حال حاضر چیست؟ دانش آموز پاسخ میده به نظر من بزرگترین مشکل محیط زیست در حال حاضر تغییرات آب و هوایی و گرمایشی جهان است. این مشکل باعث افزایش دمای زمین، ذوب شدن یخ‌های قطبی و بالا آمدن سطح آب دریاها می شود که تهدیدی جدی برای همه موجودات زنده است. سوال 2. در شهر یا محله شما چه کارهایی برای حفاظت از محیط زیست انجام می شود؟ دانش آموز پاسخ میده در شهر ما برنامه‌های دریافت زباله وجود دارد و مردم تشویق می شوند که زباله‌های خود را جدا کنند. همچنین
شهرداری سعی می کند با کاشت درختان و ایجاد فضای سبز به حفظ محیط زیست کمک کند. به نظر تو هر فرد چگونه می تواند به محیط زیست کمک کند؟ پاسخ: هر فرد می تواند با کارهای ساده‌ای مثل استفاده کمتر از پلاستیک، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و کاشت درخت به حفاظت از محیط زیست کمک کند. همچنین اگر همه مردم بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند، آلودگی هوا کاهش پیدا می کند. سوال 4. آیا تا به حال در فعالیت‌های محیط زیستی شرکت کرده ای؟ اگر بله، توضیح بده. دانش آموز میگه: بله، من یک بار در یک برنامه پاکسازی جنگل شرکت کردم. ما به همراه گروهی از داوطلبان زباله‌های موجود در جنگل رو جمع‌آوری کردیم. این تجربه به من نشان داد که چقدر رفتار مسئولانه با محیط زیست اهمیت دارد. سوال 5. در آینده چه تغییراتی می‌توانیم ایجاد کنیم تا محیط زیست بهتری داشته باشیم؟ دانش آموز پاسخ میده: در آینده می‌توانیم از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی و بادی بیشتر استفاده کنیم تا به کاهش آلودگی کمک کنیم. همچنین دولت‌ها می‌توانند قوانین سختگیرانه‌تری برای جلوگیری از قطع بیرویه درختان و تولید زباله وضع کنند. یه مثال دیگر رو هم با هم کار می‌کنیم. موضوع شغل و دنیای کار. ممتحن ازتون میپرسه وقتی بچه بودی دوست داشتی چه شغلی داشته باشی؟ آیا نظرت تغییر کرده؟ پاسخ میدید: وقتی بچه بودم دوست داشتم فضانورد بشم، چون به فضا و سیارات علاقه زیادی داشتم. اما با گذر زمان متوجه شدم که بیشتر به تکنولوژی و برنامه نویسی علاقه دارم. بنابراین الان دوست دارم در زمینه هوش مصنوعی کار کنم. سوال 2. در حال حاضر چه شغلی رو برای آیندت در نظر داری؟ چرا؟ پاسخ میدید: الان تصمیم گرفتم که مهندس هوش مصنوعی بشم، چون این حوزه پر از چالش‌های جدیده و من از حل مسائل پیچیده لذت میبرم. همچنین این شغل فرصت‌های خوبی برای پیشرفت داره و میتونم تأثیر مثبتی در دنیای تکنولوژی بگذارم. سوال 3. چه مهارت لازمه؟ آیا فکر میکنی این مهارت ها رو داری؟ پاسخ میدید: برای این شغل مهارت هایی مثل برنامه نویسی، تحلیل داده ها و تفکر منطقی ضروریه. من در حال حاضر در حال یادگیری برنامه نویسیم و سعی میکنم مهارت هامو تقویت کنم. همچنین مهارت حل مسئله و خلاقیت هم مهم هستش که فکر میکنم در این زمینه توانایی خوبی دارم. سوال 4. در آینده آیا ترجیح میدی برای یه شرکت کار کنی یا شغل خودت رو داشته باشی؟ چرا؟ پاسخ میدید: در اول کار ترجیح میدم با یه شرکت بزرگ تکنولوژی کار کنم تا تجربه بیشتری کسب کنم. اما بعد از اون دوست دارم شرکت خودم رو راه اندازی کنم، چون داشتن یک کسب و کار شخصی آزادی بیشتری به آدم میده. آدم میتونه درآمد بیشتری رو هم کسب بکنه و تازه به این وسیله میتونم اون ایده ها و آرزوهایی که تو ذهنم هست رو اجرا کنم. سوال 5. اگر نتونی به شغل مورد علاقت برسی، چه گزینه دیگه ای داری؟ پاسخ میدید: اگه نتونم در زمینه هوش مصنوعی کار کنم، ممکنه به حوزه‌هایی مثل امنیت سایبری یا تحلیل داده ها وارد بشم. این مشاغل هم با تکنولوژی ارتباط دارن و مهارت‌های مشابهی رو احتیاج دارن. بنابراین همچنان میتونم تو اون حوزه‌ای که دوست دارم ادامه کار بدم. امیدوارم از این بخش استفاده کرده باشید. من منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم. اگر این سبک ویدیوها رو میپسندید لطفاً نظرات و پیشنهاداتتون رو برای من ارسال کنید و طبق معمول از کانال خودتون حمایت کنید. من تمام کامنت های شما عزیزان رو میخونم و به همشون پاسخ میدم.
منتظر قدم‌های گرم شما در این کانال و کانال دومم هم هستم. همه شما رو به خدای مهربان میسپارم. بدرود.